ژنرال فوتبال ایران امیرخان قلعه‌نویی بودیم که مهمان ایشون بودیم. در واقع ما از شما تشکر میکنیم که این دعوت ما رو قبول کردید. ما الان میدونید جزء نامبر وانای ایران هستیم. مردم رو شاد میکنید. باور کن جاتون بهترین جای بهشته. شاعر میگه ای بزرگ موندنی ای که معجزه گری. معجزه گر واقعا تو فوتبال ایران امیرخان قلعه‌نویی. واقعا آقای ریوندی هنرمنده. یعنی اگه نگاه نمی‌کردید متوجه نمی‌شدید ایشون داریوش داره میخونه یا ما هنرمندایی داریم مثل آقای وثوقی، آقای ناصر ملک‌موتی، آقای داریوش ارجمند، آقای نصیریان. واقعا تاریخ تکرار نمیشه. واقعا منو یاد جوونیام انداخت. چون صحبت از هنرپیشه‌های قدیمی کردی، چیه فکر کردی کسی از مردن ما ناراحت میشه؟ نه مال فیلم قیصر. من به خاطر بهروز خیلی از مدرسه فرار کردم. جدی رفتی تو سینما؟ میرفتم فیلماشو می‌دیدم. مگه چند سالت بوده که اون زمان میرفتی سینما فیلم بردوسو نگاه می‌کردی؟ که جای پسر کوچیکه من. سلام. به صورت خیلی اتفاقی متوجه شدیم که یکی از بزرگان عرصه تاریخ فوتبال کشور ما از رو بزرگی و منش و مردونگیش ما رو دعوت کرد برای نهار. ما گفتیم آقا راضی به زحمت نیستیم، اجازه بدیم ما حساب کنیم. گفت عمرن اگه بذارم دست و جیبت کنی. ما گفتیم زیادیم، تقریبا بچه‌ها رو نشون بده. ماشاءالله این همه آدم، همه ماشاءالله گرسنه و تشنه و آماده خوردن. ما گفتیم چقدر این مرد بزرگ منش و دست و دلبازه. در واقع میشه گفت حاتم طایی دورانیه برای خودش. خانم ها آقایان، مفتخرم تا لحظات دیگه شما رو آشنا کنم با یه چهره دوست داشتنی در فوتبال کشور ما، کسی که به ژنرال فوتبال ایران معروف است. خانم ها آقایان، این شما و این امیرخان قلعه‌نویی. امیرخان، احساساتو به من بگو که چجوری هستی. سلام داشته باش خدمت بینندگان عزیز. سلام و عرض ادب دارم. خیلی خوشحالم که در جمع شما هستم. شما دعوت ما رو قبول کردید. البته اتفاقی نبود. ما 2 روزه داریم از آقای ریوندی وقت میگیریم با اینکه مشغله داشت و کار داشت و اینا. به هر حال با هم گروه همراهشون در خدمتشون هستیم. من خیلی ارادت دارم به ایشون و به بقیه کسایی که مردم رو شاد میکنن و اینا جزء اولین گروهایی هستن که وارد بهشت میشن. ما نون به هم قرض نمیدیم، اما واقعا بزرگی از شماست. به قول زندگیم برای هیچ کی پپسی باز نکردم، برای شما هم باز نمیکنم. واقعیتو برای من یه کوکا باز کن لطفا. یه دوغ. اما شما واقعا بزرگی که شاعر میگه ای بزرگ موندنی ای طلای دار نور سایه گستر رو تنت از گذشته تا هنوز. اگه شعرم زمزم است توی بازار صدا، تپش قلبم اگه پچ خاطر هاست. هنرمنده. یعنی اگه نگاه نمی کردید متوجه نمی‌شدید ایشون داریوش داره میخونه یا ولی ما هنرمندایی داریم مثل آقای وثوقی، آقای ناصر ملک‌موتی، آقای داریوش ارجمند، آقای نصیریان، آقای جمشید مشایخی، علی نصیریان، آقای انتظامی، خدا بیامرزه، آقای فردین و ایرج قادری. اینا واقعا تاریخ تکرار نمیشه. خواننده‌های بزرگی هم داشتیم. اینا واقعا به گردن ما حق دارن. صداشون واقعا صدای خوبی. الان میگم به مسائل دیگه‌اش کاری ما نداریم و من واقعا منو یاد جوونیام انداخت. مگه شما همین الان شما بینندگان عزیز ببین موهای سفید من بیشتره یا آقای امیرخان؟ صحبت از هنرپیشه‌های قدیمی کردی، چیه فکر کردی کسی از مردن ما ناراحت میشه؟ نه 3 بار که از اون مقله‌و بگن 4 بار که آفتاب بیفته پشت همه یادشون میره که ما کی بودیم، واسه چی مردیم. مثل ما که یادمون رفتیم. این روزا دیگه کسی هم حوصله قصه گوش کردن نداره. عاشقت امیرخان. مال فیلم قیصر با جمشید مشایخی و مادرش. من به خاطر بهروز خیلی از مدرسه فرار کردم. جدی رفتی تو سینما؟ آره میرفتم فیلماشو می‌دیدم. مگه چند سالت بوده که اون زمان میرفتی سینما فیلم بردوسو نگاه می‌کردی؟ 14 15 سالمون بودش دیگه. اصلا نمیخوره. الان چهره ایشون جوان‌تر یا من خدایی. شما که جای پسر کوچیکه من اختیار دارید. با وجودی که این همه استرس تو فوتبال به عنوان مربی خیلی مطرح در ایران بالاخره جزو نامبر وان های عالی. آقای شما معتقدی که مثلا بگن خدا با ما باشه، خدا به ما کمک کنه، یا اینکه تلاش همت خود بچه‌ها و اینکه سرمربی چطور یک برنامه خاص بچینه برای بردن اون تیم، اینها هم موثره، اما توکل بر خدا هم میتونه کمک کنه؟ درسته؟
من یه نقل قول از آقای فرگوسن بگم. میگه ایشون میگه من اولین بازی خیلی دعا کردم که بازی رو ببریم ولی باختیم. آقای فرگوسن. فرگوسن. بعد میگه بعد بازی متوجه شدم که واقعا اونا هم خدا دارن. این که ما اگه میگیم خدا اول باید تلاشمون رو بیشتر کنیم، زحمت بیشتر بگیم، ولی بعدش باید توسل کنیم دیگه. همه خدا داره ولی مهمتر از اونه که خدا میگه از شما حرکت از من برکت. یعنی ما باید تلاش کنیم اینا و اینا به هر حال دعا هم تاثیرگذاره. خیلی عالی. من یاد اون جمله معروف اون سربازی افتادم که در جنگ جهانی سرباز رایان بود که در جنگ وقتی که با دشمن می جنگیدند فرماندهشون بهشون میگفت که برید به پیش برید و شلیک کنید، به سمت دشمن حمله کنید و بدونید که خدا با ماست. اون موقع سرباز رایان به فرماندهشون گفت که فرمانده اگر خدا با ماست پس کی با اوناست که اینقدر دارن ما رو تیکه پاره میکنن با رگبار و با دوشیکا و اسلحه های مختلف. حالا حکایت همین داستان شد. آقای امیرخان قلعه‌نویی میگه که اگر دعا و اگر توکل بر خدا هست، همت خود انسان هم خیلی مهمه. این که بازیکن‌ها از جون دل مایه بذارن و مربی نقشه های خوبی داشته باشه و ارنجمان خیلی خوبی داشته باشه و برنامه بسیار عالی داشته باشه برای برد رو نه تنها به عنوان این که بخواد فخر فروشی کنه یا خودش رو مطرح کنه، بلکه به عنوان یک مسئولیت این رو بپذیره که برد یک تیم مسئولیت به گردن یک سرمربی مثل امیرخان قلعه‌نویی که در فوتبال ایران به ژنرال معروفه و اینقدر مردم ازش انتظار دارن که هرچی خیره اتفاق بیفته و تلاش شما و بچه‌ها. بله ما مأمور به تکلیفیم. ببین آقای رهبانی عزیز توی مسائل اعتقادی میگه آقا ما مأمور به تکلیفیم. اون مأمور به تکلیفی نیست که شما بازی رو ببری، شما باید کارت انجام بدید، در نهایت نتیجه دست خداست. یعنی وقتی انسان مأمور به تکلیف شد تکلیفش انجام بده، در هر صورت برد کرد. ولی اگه شما بیاید دم از خدا و پیغمبر بزنی کارت انجام ندی اون بده. ولی وقتی تکلیفت انجام بدی حتی هم به بازی برنده. امیرخان یه زمانی تو فوتبال ما شایسته سالاری مطرح بود، درسته؟ یعنی هر کسی بر اساس شایستگی داشت، از مربی، از بازیکن و تمامی کادر تیم، باعث میشد که فوتبال ما یه جذابیت خاصی داشته باشه. اما متاسفانه یه مدتی گذشت و شایسته سالاری تبدیل شد به بازیکن سالاری و مربی سالاری و این فوتبال کشور ما رو زمین زد، درسته؟ من قبل سال واقعا حرفاتون حرفای بسیار خوب و علمی و کارشناسی هستش. جایی که سیستم نباشه، جایی که توانایی نباشه، جایی که لیاقت ها نباشه، خب این کار به بیراهه میره. درست. و تو فوتبال ما هم از این قاعده مستثنا نیست. ان شاءالله کل جامعه ما به سمتی بره شایسته سالاری انجام بشه. یعنی آدمایی بیان که اولا شایسته باشن، اعتقاد داشته باشن، علمشو داشته باشن، فکر مردم باشن. وقتی این مسائل باشه خود به خود جامعه و فوتبال هم درست میشه. پس نه تنها در فوتبال، در هر کجایی که شایسته سالاری جای خودش از دست بده و فرد مثلا بازیکن سالاری و مربی سالاری بیاد بالا. الان معتقد هستین که از زمانی که بازیکن سالاری و مربی سالاری و لابی سالاری و نمیدونم رانت سالاری و غیر و ذالک اومد بالا باعث شد فوتبال ما زمین بخوره و زمین خورد واقعا یا نه؟ نه، فوتبال که پیشرفت‌های خوبی کرده ولی اونجوری که باید پیشرفت کنه نکنه. در سطح ملی خب به هر حال ما خیلی خوب بودیم. به نظر شما اگر از ایران خودمون یه سرمربی برای تیم ملی ما بیاد مثل شما، آیا امکان داره که تیم فوتبال ملی ما بتونه در جهان بدرخشه؟ من اعتقادم اینه که اساس ارتباطاته. تو همه امور ما باید ارتباط داشته. این که بگیم آقا مثلا مربی داخلی یا خارجی این زیاد ملاک نیست. واقعا باید از آقای کیروش هم تشکر که ایشون هم زحمات زیادی کشیده. ولی اینو بدونین شما قبل اینکه به هر حال بازیکن به تیم ملی راه پیدا کنه از باشگاه به اونجا رسیده. پس اول ارزش گذاری برای بازیکن مربیای داخلیمون داشته باشیم. ولی حالا فرقی نمیکنه چه مربی ایرانی باشه چه خارجی باشه، هدف اینه که ایران عزیز مطرح. اگر بیان به شما پیشنهاد بدن میگن آقای امیرخان قلعه‌نویی شما بیا سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شو، در جبین خودت و در توان خودت میبینی که بتونی تیم ملی رو جوری هدایت کنی که بتونه در عرصه جهانی خوش بدرخشه و عناوین خوبی رو کسب کنه، قبولش داری؟ بنده نه، از من خیلی جلوترها بهتر هستن که اونا شایسته تر هستن. ببینید دوستان عزیز، اینجاست که ما میتونیم
متوجه بشیم یک انسان چقدر میتونه ذهن سالمی داشته باشه. وقتی بهش پیشنهاد میشه شما میتونی سرمربی تیم ملی بشی، میگه من جایگاه خودم رو دوست دارم و برای مسئولیتی که دارم احساس مسئولیت بسیار بالایی میکنم. خیلی خیلی خوشحال شدم از اینکه ما رو دعوت کردین به یه بریونی بزنیم، بریونی که داره سرد میشه. شما و همکاراتون تشکر میکنم که این دعوت رو قبول کردید.